سوال نخستین ما این است که شما قبلا گفته بودید که تا 50% امکان داره حتی بیشتر از آن طرح املای زبان تاجیکی تغییر خورد. این چه چیزها مثلا تغییر میخورن؟ نکته های اساسیش چی هستن؟ واقعا یعنی وقتی که در نوشت مشکل به وجود بیاید، البته این پیش از همه نگرانی به قاعده های املا است. از این رو از جانب کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی بار دیگر قاعده های املای زبان تاجیکی مورد تحریر قرار گرفت و برای البته در تحریر نو پیشنهاد نمودن قاعده های املای زبان تاجیکی یک گروه کاری برای تحریر قاعده املای زبان تاجیکی از جانب دانشمندان بسیار هم معروف تاجیکستان، یعنی زبانشناسان خیلی معروف، هم از دانشگاه و دانشکده ها و هم از انستیتوت زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان دعوت شدند. یعنی به همین گروه وارد شدند و این گروه در مدت علاقه قریب 1 سال شده ایستاده است که یعنی گروه کاری کار کرد و طرح نوی قاعده املای زبان تاجیکی را علاقه آماده نمود. و از این تغییرات های جدی میتونید یک 3-4 مثال بیارید که مثلا این گونه در نوشتی کلمه ها و عباره ها چگونه صورت میگیرد و کدام حرف ها برداشته میشوند و همین چیزها؟ مثلا در خود بند اول که در مورد طرز نوشتی صداناک او و ا، یعنی حرف های او و ا در طرز نوشت حرف های او، البته در قاعده در ترتیب الفبا و در خود الفبا یعنی نام این حرف اوی دراز نوشته است. بنابر همین در این مورد تغییرات هست، چون که آن در قاعده املای سال 2011 این مسئله مورد محاکمه قرار گرفته بود، ولی در قاعده املای سال 2011 به طور مشخص گفته نشده است که در کدام مورد یعنی اوی دراز نویسنده می شود و در کدام مورد او نویسنده می شود. به طرز مشخص نیست. این بود که بعدتر یعنی در سالهای بعدی نه یک دشواری رو به مردم پیش آورد. خب درست است، یعنی قاعده املا باید برای تمام جامعه تاجیکستان یگانه و به یک شکل باید نوشته و رعایت شود و در وقت نوشته متن و چیزها باید پیشنهاد شود. اما یک مسئله دیگر، طی خیلی چند سال است که در سایت پرزیدنت تاجیکستان وقتی سخن درباره پرزیدنت تاجیکستان می رود، در اونجا به شکل مثلا پرزیدنت ملاقات کردند، پرزیدنت سفر کردند و فلان ناحیه، این چیزها یعنی به شکل جمع نوشته می شود. اما این در املای زبان تاجیکی وارد کرده می شود همچون شکل درست، یا که این به کدوم شکل در املای زبان تاجیکی داخل می شود؟ در جمله هایی که نیز در شکل جمع استفاده می‌کنه، مبتداش در شکل تنها است و خبرش در شکل جمع است، این یعنی فقط در مورد احترام است. از این رو یعنی یک چیزی است که البته این آیسته به زبانمون وارد شده است.